اسلامی باشه هیچ ابرقدرت ما و شما را شکست دادن نمیکنه انشاءالله. اگر خدای نخواست عقیده را از دست دادیم، توجه به مادیات کردیم، توجه به تانگ و توپ و تیاره کردیم، توجه به پیسه و چوکی و منصب کردیم، توجه به قوم و قومگرایی کردیم، توجه به اندیوال و اندیوالگرایی کردیم، خدای نخواست به شکست باز محکوم مواجه میشیم. قسمی که الله به ایمان بسیار به آسانی قدرت داره، باز همون الله بسیار به آسانی از پیش ما میگیره. خدای نخواست اگر ما منحرف شویم، الله قوم دیگری را میاره. به هر حال الله متعال ما و شما را منحرف نسازه. در امتحان بزرگ خداوند قرار داریم. الله عقیده ما و شما و عقیده بزرگان امارت اسلامی را سالم داشته باشه. اتحاد و وحدت خود باید حفظ بکنیم. از جناب شیخ سومیت جهان اظهار سپاس. ما سخنان خود به خاتمه میرسانم. از توجه شما اظهار سپاس. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.